بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و مواله ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، چند روز قبل یکی از برادران و عزیزان تاجیک ما بعضی از نکاتی را از داخل تاجیکستان یعنی برای من اطلاع دادن که چی اتفاقاتی داره میفته و ویدیویی را فرستادن که در این ویدیو کسی را آوردن در یک شبکه و ای علنا میگه که من قبلا مسلمان بودم حالا زرتشتی شدم و به نحوی در این ویدیو دیگران را هم دعوت میکنه به سوی زرتشتیت و میگه شما هم بیایید زرتشتی بشید و دین آبایی و اجدادی ما زرتشتیت بوده و یک سری ادعاهای سخیف و ادعاهای بی اساس. اولا خب حقیقتا جای تأسف است، یعنی برای کسانی که 24 ساعت کارشان در داخل تاجیکستان، در بیرون از تاجیکستان به نام دعوتگر و به نام عالم کارشان اینه که فلانی سلفی هست، فلانی وهابی هست، فلانی فلان است و اینها دشمنان امام ابو حنیفه هستند و فلان هستند و برای برادرانشان و برای خواهرانشان مشکلات میسازند و حتی جاسوسی میکنند برای حکومت تا اینکه اینها را به دام بیاندازند و برایشان مشکلات امنیتی جور کنند. اما این قضایا نه، مشکلی نیست. کسی میگه ای مسلمان ها بیاید زرتشتی بشید، اشکالی نداره و حتی پروژه‌ای را اندازی کردن، یعنی نه تنها در تاجیکستان بلکه در افغانستان هم، یعنی بعضی ها که ما قبلا زرتشتی بودیم بیایم به سوی زرتشتیت بیایید و فلان و مزخرفات و این بدبختان از اسلام چیزی میفهمیدند و نه هم حالا از زرتشتیت چیزی میدانند و برایتان این را ثابت خواهم کرد ان شاء الله. و طبیعتا یعنی حکومت هم من نمیدانم که حقیقتا یعنی معلومات کافی در این راستا ندارم که پشتشان هست یا نیست و این ویدیو یعنی در داخل شبکه های داخلی تاجیکستان ضبط شده یا در خارج نمیدانم، دقیقا اطلاعات ندارم. و عزیزان تاجیک من خواهش میکنم که شماره ای که یعنی زیرنویس واتساپ هست در پایین و در شرح ویدیوست برای من اطلاعات را بفرستید. من انشاءالله این قضایا را به آنها خواهم پرداخت. برای من فرق نمیکنه تاجیکستان، افغانستان، هر گوشه‌ای که باشه. برادران مسلمان ما برادران ما هستند، خواهران مسلمان ما خواهران ما هستند و به همین ترتیب یعنی سرزمین ما محسوب میشه، فرق نمیکنه. پس بنابراین خواهش میکنم این قضایا را برای من اطلاع بدید. جزاکم الله خیرا. اولا خب این دعوت ها شکی نیست که دعوت های فاشیستی است. یعنی چی؟ که والله چون اجداد ما زرتشتی بودن بیاین ما هم زرتشتی بشیم و این نمیدانم زرتشت فلان است و دین فلان است و یعنی همان حرفه های عجیب و غریب. اگر قرار شما به اصل خود بازگردید، خب بازگردید به ادیانی که قبل از زرتشتیت بود. مثلا در اون زمان قبل از زرتشتیت یعنی شما میدانید که یعنی خود زرتشت تقریبا یعنی سالهای 630 قبل از میلاد به دنیا آمده، درسته؟ تقریبا یعنی با اختلافاتی که در این مسائل یعنی در وقت تولدش وجود داره. خب قبل از اون افراد دیگری بودن، یعنی ادیان دیگری بوده در اینجا، حتی تا اواخر ساسانیان هم ادیان دیگری وجود داشت در اینجا. تو از کجا میدونی که دقیقاً جدتو یا اجدادتو زرتشتی بودن؟ خب قبل از زرتشتیت در سرزمین فارس مثلا بعضی ها ماپرست بودن، بعضی ها خورشید پرست بودن، حتی مزدک پرستی و حتی یعنی شما میبینید که قبل از اونها یعنی اخامنشی ها ادیان دیگری تعظیم میکردن و به اون احترام داشتن. یهودیت در اون زمان یعنی وجودی داشت چون یهودیت قبل از زرتشتیته و به همین ترتیب یعنی شما میبینید که هندویزم و دقیقاً خصوصاً هندویزم که روی این دین زرتشتیت تأثیر به سزای داشته و حتی زبان اصلی اوستا رو شما وقتی ببینید یعنی خیلی نزدیکه یعنی با زبان هندویزم یا با زبان کتاب ویدا، کتاب هندوها ارتباط بسیار مستحکمی دارن. حتی بسا موارد رو از اونجا در واقع کپی شده، مسائلی وجود داره در آن، درسته؟ و ارتباط بسیار مستحکمی داره. خب چرا باز نمیگردید هندو نمیشید؟ یعنی چرا نمیرید جهت‌های دیگه؟ دقیقاً یعنی تمرکزتان روی زرتشتیته، در حالی که قبل از زرتشتیت اجدادتان ادیان دیگری داشتن.
سبحان الله، تعجب آوره. اگر واقعا هم فاشیست هستید، فاشیست اینطور فاشیست باشید. سبحان الله. در حالی که یعنی بحث این که انسان یعنی از کدام پدر و مادر متولد بشه و در کدام خانواده متولد بشه، در کجا متولد بشه، در اختیار انسان نیست. اما انتخاب دین در اختیار انسانه. انسان میتونه تحقیق بکنه دقیقاً. و به هر حال و اگر قرار بر این باشه، خب مثلا یعنی مسیحیان اروپایی، نصرانی های اروپایی چی بگن؟ بگن چون که عیسی مسیح اروپایی نبوده، خب یعنی از اروپا نبوده، خب تمام یعنی اروپایی ها و غربی ها هم دین عیسی مسیح را ترک بکنند. به این دلیل، اصلا این دلیل شما را به خدا، این دلیله فقط برای فریب مردمه، فقط فریب دادن اذهانه، فریب دادن مردمه که چطور مردم را فریب بدن و کار شیطان را پیش ببرن و مردم را به سوی خرافات و خزعبلات سوق بدن. بله، یک شعاری که اینها همیشه میدن: گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. بله، با این شعار خیلی ها را فریب دادن. چون امروز زرتشتیان حکومتی ندارن که مردم ببینند، یا اینها یک جمع مستحکمی که ما حقوقو داشته باشن که مردم ببینن و اعمال اینها را بسنجن. با این شعارها مردم را فریب میدن. وگرنه شما زمانی که حکومت به دست اینها بوده، مثلا برید زمان ساسانیان را مثلا مطالعه بکنید، زمان ساسانیان را به دقت متوجه این مسئله میشید که چی نظام اینها داشتن. حتی ساسانیان یعنی از جمله یعنی دولت ها و حکومت هایی هستند در دوره های دقت کنید، در دوره های از حکومت هایی هستند که به شدت این فکر را ترویج دادن و برای انتشار و گسترش زرتشتیت تلاش فراوانی کردن. خب برید شما مثلا در مورد ساسانیان، یعنی خصوصا کتابی که کریستن سین کتاب نوشته و ترجمه فارسی شده به نام ایران در زمان ساسانیان یا در عهد ساسانیان، برید خودتان مطالعه بکنید. خصوصا فصولی که یعنی فصلها و بخشهایی که بیشتر در نظام اجتماعی آن داره صحبت میکنه که چی بافت اجتماعی داشت، حکام با مردم چی تعاملی داشتن، چی کار میکردن. و من در یک برنامه‌ای که یعنی شبهه‌ای که اینها همیشه مطرح میکنن که اسلام به زور شمشیر وارد سرزمین فارس شد، من به صورت مفصل به این قضیه پرداختم و این قضیه را یعنی به صورت دقیق واکاوی کردم که شما برید ببینید یعنی حقیقتا ساسانیان چی بلایی بر سر ملت آورده بودن. این نتیجه کار شماست. اگر قراره که شما مثلا تعدادی از جماعت‌ها و گروه‌ها و حکومت‌هایی که خودشان را به نام اسلام جا میزنن، خصوصا در ایران زیاد سوء استفاده میشه، حکومت آخوندی زیاد سوء استفاده میشه که اسلام اینها هستن، در حالی که اینها چی ربطی به اسلام دارن. و اگر قرار بود شما حکومتی می داشتید به مراتب بدتر از حکومت آخوندی بود. خب ما دوران ساسانیان رو مطالعه کردیم، تاریخ وجود داره و موجود هست، حداقل شفاف در این مسئله. درسته؟ خب حالا بیاین بالکل همین بحث رو بگذاریم کنار. من از این باب گفتم که اینها تعداد میآیند، بعضی از گروه ها و جماعت ها و افراد مسلمان رو مثال میزنن، بعد گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. بیاید خلاص، بیاید مسیحی، بیاید زرتشتی بشید. انگار که کل کتاب اوستا پیرامون این میچرخه. من برایتان از کتاب خودتان، از کتاب اوستا برایتان مطالب رو نشان میدم که ببینید چقدر یعنی ارتباط داره با این پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک. چون شما حالا حکومتی ندارید یا اون جمع که محققوی ندارید که انسان بتونه در واقع بر شما نقد بکنه. واقعا این علمی هم نیست که چون فلان گروه و فلان جماعت وابسته به شماست یا حکومتی فلان وابسته به شماست فلان کار کرده پس دینیتان زیر سواله. نه، ما از لابلای کتابایتون شما را به چالش میکشیم. اما حقیقت امر اینه دوستان عزیز که من از باب این که اینها این شبهه را وارد میکنن بحث ساسانیان و اینها را به خدمتتان مطرح کردم. ببینید دوستان عزیز، اینها کتابی دارن به نام اوستا، کتاب مقدسشانه. کتاب مقدسشانه. من از وندیداد آغاز میکنم. بخشی از کتاب اوستاست وندیداد، یا همان به اصطلاح قانون ضد دیوی. یک سری قوانینه که در این کتاب در واقع مورد بررسی قرار میگیره و این کتاب مجموعاً شامل 22 فصل یا فرگرده. و من یعنی به خدمت شما بزرگواران صفحه‌ای که میخوام نمایش بدم یا از آن بخوانم برایتون نمایش میدم، خودتون ببینید. این چاپ دوستان عزیز، چاپی که شما صفحه اولش را روی صفحه میبینید، ببینید که در یک بخشی در فصل 14 یا در فرگرد 14
دوستان از دقت کنید، این پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیکی که مردم را فریب میدن و اینهایی که میخواهند امت اسلامی را از بهترین دین و بهترین برنامه زندگی به سوی این چیزها بکشند. ببینید، خودتان ببینید دوستان عزیز، در فصل 14 این کتاب سوال میشه زرتشت از اهورامزدا، زرتشت خب پیغمبرشانه به اصطلاح، اهورامزدا یعنی الله، خدا به تعبیر ما، پرسید و گفت ای اهورامزدا و ای خرد نیکوکار و ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم هرگاه کسی یک سگ آبی را، دقت کنید، که از مقاربت 1000 سگ نرینه با 1000 سگ مادینه زاییده می شود ضربت کشنده وارد نماید و روان وی را از تن جدا کند، چی کیفر خواهد داشت؟ یعنی که کسی سگ آبی را می کشه با اون تعریفی که این میکنه، بعد جزای این چیه؟ دقت کنید، جزای کشتن یک سگ آبی چیه؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت، طولانی است، کیفر نمیدانم 10,000 تازیانه بخوره و فلان بشه و فلان بشه و فلان بشه. من دقیقاً یعنی پاراگراف یا به اصطلاح قسمت 5 و 6 بیشتر مراد منه، فقط من میخوانم و شما گوش کنید دوستان عزیز. جزای این از جمله جزاهایی که به این فرد تعیین میکنه، میگه که او باید 10,000 ماری که روی شکم میخزد به هلاکت رساند. خب این سگ را کشته، 10,000 مار که بر شکم میخزه از کجا پیدا بکنه؟ دقت کنید، او باید 10,000 لاک پشت به هلاکت رساند. یعنی چی؟ چرا یعنی لاک پشت 10,000 از کجا پیدا بکنه؟ او باید 10,000 وزغ زمینی به هلاکت رساند، یعنی قورباغه هایی که در خشکی هستن، اینها رو 10,000 از کجا پیدا بکنه؟ قورباغه گیری پیدا بکنه و 10,000 رو بگیره و بعد بکشه. او باید 10,000 وزغ آبی به هلاکت رساند، یعنی تنها خشکی هم نه بلکه اونهایی که آبی هستن اونها رو هم بگیره بکشه. او باید 10,000 مورچه دزد گندم به هلاکت رساند. از کجا پیدا کنه که کدام مورچه دزدی گندم میکنه؟ 10,000. او باید 10,000 مورچه زهرآلود و بدقدم به هلاکت رساند. پندار نیک، گفتار نیک، دیگه چی؟ کردار نیک. بله، اینها همه از جمله کردارهای نیکه، یعنی پندارهای بسیار خوبه. در بخش 6 او باید 10,000 کرمی که در کثافات و مدفوعات زندگی کنند به هلاکت رساند. او باید 10,000 مگس زشت و منفور به هلاکت رساند. یعنی سبحان الله، اینها را از کجا پیدا بکنه؟ او باید 10,000 سوراخ مسکن ناپاکی در زمین را ویران نماید، بگردم مسکنها و غالهایی که در اونجا ناپاکی اینها را ویران بکنه. خودتون دوستان عزیز قضاوت کنید، من فقط دیگه چیزی نمیگم، یعنی تعلیق نمیدم. این پندار نیک، کردار نیک و اینها دعوت میکنن مسلمان رو شما بیا زرتشتی بشی. بسیار خوب دوستان عزیز، کسی شاید بگه که این وندیداده، از بخش اولش بیار. بسیار خوب، از یس نمیاریم دوستان عزیز. این کتاب اجازه بدید به من، این کتاب چی است؟ کتاب اوستاست، خودتان میبینید. من دوستان عزیز میرم مجلد اولش. در مجلد اول این کتاب یک لحظه به من اجازه بدید ببینید که با هم دیگر کمی بخوانیم که چی میگه در واقع. این کتاب اوستاست دوستان عزیز، این کتاب اوستاست، مجلد اولش هست، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. این چاپه و این چاپی که در دسترس من هست، این چاپ 19 درسته؟ دوستان گرانقدر ببینید در اینجا، در یعنی یسنه، در هات 42 ببینین که چی میگه. خیلی جالبه، من این رو برایتان بخونم دوستان عزیز. این رو من یعنی میبینید که نشانی کردم. میگه که بله، میگه خره پاک را میستاییم. خره پاک یعنی الاغ، بله، که در میان دریای فراخ کرد ایستاده است. خره پاک را میستاییم، خر را میستایم. گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک. بله، این خر چی؟ داستان این خر چیه دوستان عزیز؟ داستان این خر رو باید در اینجا ببینید، در مجلد دوم. بخشید دوستان عزیز، در مجلد دوم بخشی از پیوست بر اوستاست که در واقع بعضی از کلمات و بعضی از چیزهایی که نامعنوسه یا به اصطلاح ناشناخته شده است اونها را شرح میده.
در مجلد دوم صفحه 972 اینجا رو دقت کنید، صفحه 972 در مورد خر صحبت میکنه، در مورد همین خره میگه که خره جانوری است اساطیری که نامش تنها یک بار در اوستا، همون یسنه 42 بند 4 که من به خدمتتان خواندم که میگه خره پاک را میستاییم که در میان دریای فراخ کرد فلان کرد. بله، میگه در اوستا یک بار آمده و در باره آن هیچ گونه توضیحی داده نشده است در اوستا، اما در بندهشن یا بعضا بندهش خواندن بدون نون. البته اینجا آقای دوستخواه میگه که در بخش 19 اما من در بندهشن مراجعه کردم، در بخش 9 می باشه نه در بخش 19 صفحه 151 آن بندهشنه که پیش منه. شرح مفصلی درباره این جانور میخوانیم در مورد این خره که میستاین. میگه که بنا به نوشته این کتاب خره جانوری سپا، یعنی جانوری است که 3 تا پا داره، با تن سفید و 6 چشم، یعنی 6 تا چشم داره و 9 پوزه و 2 گوش و 1 شاخ زرین که 1000 شاخ دیگر از آن رویده است. خب و با آن جانوران اهریمنی را نابود می کند. گوشهایش چندان بزرگ است که سرزمین مزندران را فرا تواند گرفت. اینقدر گوشهای بزرگی داره. گرداگرد کوچکترین پایش 1000 سوار دور تواند زد. خیلی بزرگه این دیگه، بی اندازه بزرگه یعنی. خب این جانور در میان دریای فراخ کرد ایستاده و هنگامی که سر در آب دریا فرو برد و گوشهایش را بجنباند، دریا به جوش و خروش افتد و لرزه و جنبش در کرانه های کوه گناوت که به اصطلاح همون گناباده پدید آید. بعضی ها میگن گناباده. بر اثر بانگ او همه جانوران ماده اهورایی در دریا آبستن شوند و همه جانوران اهریمنی دشتک یعنی جنین فرو نهند. الاخر دیگه خودتان دوستان عزیز انتها را بخوانید، من دیگه کفایت میکنه همین قدر. این از جمله گفتارهای نیک، گفتارهای خرافاتی است به نظر من، به شدت خرافاتیه. و بعد اینها میان به سر اسلام اعتراض میکنن، سبحان الله، و میخوان که امت اسلام بیه مانند اینها چونین خره پاکی را بستایند، چونین اوصافی که به هر حال ذکر میشه. دوستان گرانقدر، و عجیب اینه که این دوست عزیز ما برای من اطلاع داد. من کلا ویدیوی این آدم را نشنیدم حقیقتا و من دوست دارم که اینها را به چالش بکشم. یعنی کسانی که حرفی دارن در مورد زرتشتیت، بسم الله بیان وارد میدان بشن، ببینیم که چی در چنته دارن. باز ما از کتابشان چیزهایی برایشان خواهیم گفت که به عمر پدرشان هم نشنیده باشن. اینها فقط همین شعارها را شنیدن. باز با حقایق کتابشان آنها را آشنا خواهیم کرد ان شاء الله. شما میید مسلمان ها را یعنی فرا میخوانید به سوی زرتشتیت. عجیبه والله. این آدم گفته که تورات و انجیل و قرآن و اینها همه از کتاب اوستا گرفته شده. این اوج جهالتش رو نشان میده. اولا دوستان عزیز ببینید شما، تورات قبل از اوستاست. چرا که آنچی که مثلا بسیاری از مورخین در مورد خود زرتشت میگن که این شاگرد ارمیای نبی یا عزیر نبی بوده، درسته؟ و اینها تقریبا یعنی عزیر 800 سال بعد از موسی علیه السلام آمده، بنا به اون یعنی تاریخچه‌ای که در تورات وجود داره، تاریخچه‌ای که در تورات یا در به اصطلاح در عهد قدیم وجود داره. برید خودتان مطالعه کنید سفر عزرا رو متوجه میشید به این مسائل. حالا ارمیا هم که باشه، ارمیا هم بعد از موسی علیه السلام، این میگن شاگرد اون بوده. بعضا از مورخین مسلمان این حرف رو میگن. و آنچه که دربارش گفته میشه عرض کردم به خدمتتان، قبل از یعنی تقریبا یعنی در قرن هفتم قبل از میلاد بوده. در قرن هفتم قبل از میلاد به دنیا آمده، یعنی بعد از موسی، چندین سال بعد از موسی علیه السلام. چطور ممکنه که تورات را از اونجا گرفته باشه؟ من نمیدانم، این را باید یک زرتشتی حل بکنه. و بعد از آن انجیل، شما بیاید این را مقایسه بکنید، قرآن و انجیل را با کتاب اوستایی که خره مقدس را میستایند
و باید هزار را به خاطر یکی این همه حیوانات را بکشن و قتل و خشونت و خرافات و خزعبلات. والله این قدر در این کتاب زیاده که اگر من خواسته باشم پیرامونش صحبت بکنم دوستان عزیز این حلقه خیلی طولانی میشه، یعنی در یک حلقه طولانی هم نمیتونیم تمام بکنیم. حداقل باید 100 حلقه باشه که در مورد خرافات و خشونت در این کتاب صحبت بشه. من تعجب میکنم یک کسی با دهان پور بیایه بر علی اسلام تاخت و تاز بکنه و از این کتاب و از این دین شرکی تعریف بکنه. شاید حالا کسی بگه که نه این دین پاک بوده و تحریف شده و فلان شده. این مسائل است که من بارها دربارش یعنی به صورت علمی صحبت کردم و حالا نمیخوام که اینجا توضیح بدم. اگر کسی میخواست که در این دایره داخل بشه، خصوصا از اینهایی که یعنی چی در افغانستانن و چی در تاجیکستانن و چی در هر جای دیگری، اینها مردم را به سوی زرتشتیت دعوت میکنن، یعنی واقعا شجاعت به خرج بدن، بیاین در یک برنامه زنده با بنده یا با هر کس دیگری روبرو بشن و به هر حال گفتگو بکنن تا این که ببینین که چی در چنته دارن، ببینین که چی واقعا اینها چی میخواهن. و بعد من جوانان تاجیک را، برادران و خواهران و مسلمان تاجیک هم را، علمای تاجیکستان، علمایی که حقا واقعا بیایید واقعا این مسائل رو برای مردم بگید، این کتاب خرافات و خزعبلاتش را برای مردم آشکار بسازید، از دینتون دفاع کنید، مطالعاتتون را بالا ببرید، خوبی های اسلام را برای مردم بفهمانید. درسته که حکومت یک سری مشکلات داره و مشکلاتش بسیار عدیده، بسیار به خطرناکه و به فکر این مسائل نیست، برایش فرق نمیکنه، مردم رو داره به سوی کفر و الحاد و به هر قسمی که باشه، خلاصه میخواه که مردم مسلمان نباشن ولی به هر قسم دیگری که حرکت میکنن حرکت بکنن. پس بیایید واقعا در این راستا تلاش صورت بگیره، در این راستا زحمتی بشه و زحمتی کشیده بشه و این ان شاء الله که بی ثمر نخواهد بود. و جزاکم الله خیر. من یعنی سپاسگزاری میکنم از این دوست عزیز ما که این مسئله رو برای من تذکر دادم و خواهش میکنم از همه عزیزانی که در تاجیکستانن لطفاً معلومات من رو در این راستا کافی بکنید، یعنی بفرستید معلوماتی، قضایایی که اگر اینها در داخل تاجیکستان فعالیت دارن یا این که در شبکه‌های تاجیکستان صحبت میکنن، قضیه از چی قراره، یعنی مسئله رو برای من بیشتر بشکافید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.